خیر بیوتکم بیت فیه مکرم یتیم. آن که خنداند یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید بهترین حویلی، بهترین خانه آن خانه است که در آن یتیم احترام شود، یتیم عزت شود و آن اکرام کرده شود، همانند اولادهایشان به آنها عزت کنند، آنها را پرورش کنند. بهترین خانه همان خانه بوده است. شاعر نیز می فرماید همان کسی که اگر یتیمی را بخنداند، اگر در لبش گریه باشد و لبش خنده بیارد، در حقیقت به خود دروازه جنت را باز کرده است. از این خاطر ما و شما کوشش کنیم به جای اینکه به یتیم ظلم کنیم به اونها احترام بگذاریم تا اینک تحت بشارت رسول صلی الله علیه و سلم شامل شویم. رسول صلی الله علیه و سلم می‌فرماید در روز قیامت کسی که در دنیا یتیمی را پرورش کرده، اون را به بلاغت رسانده باشد، در جنت با من همچو می باشد، همچو نزدیک می باشد. اگر ما و شما نیز بخواهیم که در جنت با رسول صلی الله علیه و سلم یک جا باشیم، باید پرورش یتیم را وظیفه خود بدانیم تا اندازه‌ای که توان داریم خدمت اونها را انجام دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.